خوش آمده ماما نوروز، خوش آمده. موتر سگشته مگو که در باغچه استاد کرده. امروز روزینه. امروز مگه یک کاری بشه بالا این موتر. خوبش گمیه. ماما نوروز این گفات همه باید ماما. چند هم بوده خسرین رای کردم خونه شما. دختر خود بابا ندادی. گفته بوده شما چی دارید به زندگی خود؟ دختر و گوشنه ایمانه ها. هر رقم باش من نو خود پیدا کردم میتونم. سرما ناز کرده که شما غریب ها خیلی که شما پول داره. روز مسئله کشو کار میکنم. این تاگدگه متعف با این در باخشه رو دیخو بفهم که من عباس اسمانی دور هستی آی برو بم یار بگو یاری تو آمد باشه گیلک بیا گیلک ها دل آرامه آخ گلی نرگیز خریداری تو آمد جان محبوب هی آی برو بم یار بگو چشمای تو روشن همون یار وفادار تو آمد گیلک چیه گیلک این چگاهی؟ بابا ایلا چیه گیلک؟ چه کار میکنی تو عباس؟ هیچ چیزی گیلک چه کار نمیکنی بیا چه کار میکنی؟ تو کار دارم بیا ها؟ بیا تو کار دارم گیلک عباس گردنم بند باش یک اولی که تو ندیدم من تو این کلونی بغیر دیدیم نه خب من خوندن مثلی خوندن میدم اینجا بشینی آه مار نباشه مار نیه بشی دیگه مار نباشه جیغ نکش آیسته گدزه خب بالا خیله بالا خیله بالا خیله بالا خیله بشی میگی تجی نفتو میرم او داری شیلی ها رو بیدم او آیسته گدزه چه کار میشه بلند گپ میزنی گله رفیق امروز کارم با تو بنده چی بنده؟ یعنی اگه امروز کار من بچلوندی هرچی پول بخیر به تو میده چنده مثلا؟ هرچی بخیر اندازی سی ریپیه دو برابر 30 روپیه که دو برابر سی ریپیه چنده؟ 60 روپیه گله بیفه این گپا چی قراره من مادر خود چند دفعه کردم به خانه ماما نوروز چره؟ به خاطر خسرونی دختری واقعی آها دختر خود بده با من ها به مادر میگفته بود که شما غریبی می چی ندارین شما چی دارین دختر گوش نمیمونه چه کاره فلانه ما غریب کشید خود هم پول دار به خاطر که یک موتر لکنده داره خب ما هم خود غریب گدایی خیلی باشه ما دختر خود نداد بفهمیدی گله موتر میبینی به در باغچه استاره تمام نوروز میجی اونه اون از ماما نوروزه آه خود کل سفید خوی میگوی وقت سواره در باغچه استاره گله یک کلکلت خوب یک سنگ میده خوب چی میگه چی میگی؟ به شرط گله باید در خبر نشیم ماما نوروز گفتی نه خاطر که به تو پول میده منه به جون موتره بزنم همین میبینی همه تا تیر شو بفهمیدی همین تا نشون خود بگیره که بخور با شیشه جلوی یا دنبال موتری و پلق شکیت نفهمه که کدومه که جمع کنه که با بیل جمع کنه جمع کردن نشه تو دیونه ای چرا گیله؟ تو دیونه ای فرق سر موتر وا میکنم با تو من سر من خراب بیل پیش دارم و تو سنگ نمی تو ببینیش بیل میزنم هم شیشی و میزنم با کلمه ایت با کلمه ایت میزنم با کلمه موتر که قلبه چیه تیر نشدی هم یک بیل بزی بسته بسته بعد بیله هم یک بیل روی شیشه موتر بزی بسته پوکه و دانده بجی به شرط تو نبینه گیله خوبه بفهمیدی دستلاف باشه گیلک پینجه بگیرک پینجه ریپیه تو نگفتی 30 ریپه میدم جوان دایی که آمده گه تو بول کار خوب بکو از این بر بیام جلو تو میام دایی دیگه هم تو میام یاله چنده؟ پینجه به 5 تا داییه خب تو گفتی 30 ریپه میدم تو دو برابر 30 ریپه میدم اینگاه 60 ریپه 60 ریپیه ها یاله 60 ریپیه نیه 10 ریپه کمه از 60 ریپه 10 ریپیه کمه ها از 30 ریپه چنده کمه از 30 ریپه اضافه دیگه در چندی کمه نداره از 30 ریپه چند اضافه؟ از 30 ریپه انگار 20 ریپه دیگه اضافه انگار از 30 ریپه انگار 30 ریپه اضافه 20 ریپه اضافه 20 ریپه اضافه خب لوکه از من دیگه لوکه است تو گله
اول برو نگاه کسی رو کسی را باش بفهمیدی همین تیز تیزشم یک پشبله بزی اون توشی موتر خلاصه همین تا پشبله مثل که با کل من خر میزنم. آفرین گیلک برو آنها بفهمه که دختر خود کیره بده. آنها تو کار میکنی گیلک وال جلوتر موتر پینک من ازنی. نه برو غم پینک تو نیه غم میرم گیلک خوبه درخته سکو کس ماز تو بدید شطور دیدی ندیدی کو شطور کجا بیارم یک دم کس ماز تو میبینه از می چی یاد نکنی. نه دلجم باش من رفتم گیلک اصلا تو خر دیدی ندیدی. من رفتم گیلک برو دلجم باش عباس برو گیلک عباس با دایی دیگه میچسبه. برو میدم برو دیگه برو که من رنج اون روز گل نکنی روز نمیشه برو دلجم باش سکو کشته فرو کشا کنم من حال دلبند متر مندازم. اول که دو قسمت تو بدن و همی چراغ سرخ یک بغل کل می بخوری پلخ کنی دو سه چکار میکنی؟ بگو بله بله چکار میکنی؟ بیل بالا کدی بله بیل بالا کدی او بابا پول داده تک برو. کی بود اصلا با تو پول داد؟ چی؟ کی بود تو پول داد؟ دومات شما کی داد دومات دومات شما عباس دومات کجایه؟ پینجه‌ای داده تک دختر خوب من نداده برو موتر نالباز پلخ کن. آها پینجه رو با تو پول داد که موتر رو بشکنی. پلا من گناه منیه علی پلا شما لکه پلا شما من یاله تو چرا تو کارو میکنی؟ میگم تو چرا بیل مثل بجو موتر بزنی؟ ها؟ خب میگم گفت دختر خود به من نمیده. من تگم تو بگه خود با چای انداز چا میندازونی؟ من چون پول داد بذار بجم تپش تو. بله من بچه نادانیم. خفا میکن تو نه همیت خفا میکن. من بچه نادانیم من چی میفهم بقیه؟ تو بچه نادانی؟ من کمتر چیزی میشی؟ من شطوری. یا مرتکه تو پول داده که تو بده بغل این شیشه کمی شیشه مال به 10,000 بهت یاره میشه. تو اشتباه دیونی. ها؟ من نمیفهمیدم پول بده نگو چیزه گوبازی با کل موتر. تو 50,000 تو پول داده که تو به بیل بده کل موتر به 10,000 موتر بهت یاره میشه. گفت دختر خب من ندادم چیزا. من دختر خمیشته بازی بودم. از چی بستونو؟ بیلا گیلک کو بگیره فیلم نوروز به کجا بوده؟ حالا گیلک دیگه مقبول نه کی به پول داد کی گپ گفت. حالا داستانی میشه. بیلا آجا چاشو خونه دارم در خونه دارم که کس بیرن لقمه نونه میخورم. بیا که برن یا پیش بیا تو میرم پیش ارباب بیا یا که یک پانیه یالا که دستا کنم تو دست تو غلام میکنم یالا که دستا کن یالا که دستا کن اونا دارم یالا کن تو بخونه فهمیدی بله یالا کن یالا کن یا که بره کس نکش بیا که بره پیش ارباب بیا که بره پیش ارباب بره اول با دکتر چی؟ با دکتر ببریم با دکتر ببرم خونیزی مغزی که دستم که با 10,000 موتر به تیاره میشه مثل ببرم موتر بزنی تو رو دکتر دستم خونیزی مغزی یک پا به درد منو خب بیا که جلوش بده بده این بیچاره سیگو یعنی غلام البته سی با فیلا امر خنده گرفته امر ما این گریه کنم تو سیگو تو گیلک چه کار کرد پیشجره پیان کنو برد چه کار بابا جان خب من گناه من او گفته
موتر پول به تو میدم. گیلک این تو میفهمی یقین به دل تو خورده باشه تو همین تو زدن بکن اگر من عباس نگو که من همین پینجه و گیلک دادم این تو مگر یک ماه خرج تو تگ و گربه بخوره میفهمی یا نه؟ بیا بره بره گیلک سلام علیکم. چیز ندیدی؟ عباسه عباسه او نه بابا عباس کجا دیدم؟ ندیدی؟ نه به سر بگیری شو یک جای خوب بوده با خودت جبی. میفهمی خیریت عباس چی وای؟ عباس پینجیری په به گیلک دیوانه داده که برو بلا بازه من بغل موتر خب موتر مو نوروز خب واسه که من دختر خبزون ندادم راست بگی. بفهمیدی؟ علیه اون به گیلک بگیرفتم انا حالا میگه که برات عباس میگه که عباس گیر کنو آفرین. سعی کنو که عباس می پینجه بداده بزی یا نداده که من خود گیلک جور بیام راست بگم این توجه شما میبینه واقعا کنه ببین لگه گیلک والا میکنه با عبدالله خمید سلات میکنه بود زدن هم بزدم میگه که فقط عباس من پینجه پول داده دیگه عباس داده؟ عباس داده والا شاید راست بگم بابا برو انا ما برات عباس میگه ندیدی تو ولی اگه میدیدم که به شما آدرس میدادم بابا برو خیر باش باشه آمده.